سلام دوستان، خوش اومدیم به این ویدیو جدید. من رضا هستم و همراه رفیقم سیامک. امروز یعنی در اصل امشب اومدیم توی یه روستای خیلی قدیمی که از نظر من یه روستای کاملا متروکه است و صاحبای این باغایی که اینجا قراره ببینیم و مزرعه‌هاش تقریبا سال یه بار یا 2 سال یه بار میان یه سر الکی میزنن و میرن و اصلا خبری از شلوغی اینجا نیست، کاملا متروکه است و هیچ کسی اینجا نیست. نظر منو جلب کرد که بیام اینجا یه ویدیو بسازیم براتون که شاید چیزی دیدیم یا چیزی ضبط کردیم برای شما. خب این یه بحث جداست و یه بحث دیگه داریم راجع به پارت ویدیوی قبلیمون که کلا 2 تا پارت داره. یه پارتشو براتون گذاشتیم، پارت دومش هم به زودی میاد و من حتما گودال رو براتون پیدا میکنم. اما این سری با تجهیزات بیشتر میریم، با شارژ گوشی بالا و کیفیت دوربین بهتر و نور بیشتر، و اینکه امکان داره همین ویدیویی که الان داریم می‌بینید تا 3-4 تا پارت بره، به خاطر اینکه این ویدیو این روستا خیلی بزرگه و تا ما این روستا رو تکمیل کنیم تا 3-4 تا پارت امکان داره بره. همین دیگه، پس بی معطلی بریم سراغ روستا. خب سیامک، فکر کنم این ورودی روستا باید باشه. یکم از بالاتر ببینم بچه‌ها ببینم. از بالاتر سعیمو میکنم با این شدت نور. سیامک مثل اینکه بازم شرمنده شدیم واسه شارژ گوشی، چون میخورده طول کشید. بازم نور امکان داره کم باشه. دوستان دیگه ببخشید از چند ویدیو دیگر یا شاید هم ویدیو بعدی درست شه این موضوع، نور بهتری داشته باشیم. بازم شرمنده شما. اینا خونه متروشن دیگه. آره نمیدونم، من خودم بار اولم اینجا میام. صدا سعی هم میاد، مثل اینکه مهمونا دیگه هم داریم. بله. بریم چیزی که پیدا میکنیم ارزش وقتمون رو داشته باشه. البته اینجا حتما ارواح و یا همون به قول خودمون اجنه یا جن هستش، امکان نداره نباشه، چون بیشتر تو قسمت‌های متروکه پیدا میشن. دوستان راستی یه خواهشی راجع به حمایت داشتم، این که لطفاً حمایت کنین، چون در اصل ما برای بهتر کردن کیفیت و تجهیزات بهتر نیاز به پول داریم و فقط حمایت شما میتونه کمک کنه. پس برای ساب کردن و لایک و کامنت نه چیزی ازتون کم میشه نه زیاد، فقط ما رو حمایت کردید، همین معرفتتون رو بهمون نشون بدین و کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایکشو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. سیمای مزرعه رو میبینی همش خشکه. حیف که این دوستان نمیبینن. البته خب خود نزدیکشیم بازه. نمیدونم چرا این کارو کردن. زمینا الان حتما متعلق به یه کسی هست، اما خب زمینا آماده است برای رسیدگی، اما مثل اینکه نیست کسی. ساعت چنده؟ بذار به بچه هم نشون بدیم ساعتو. بچه الان ساعت دقیقاً 9 شبه. دور تا دور این روستا مزرعه است. فکر کنم تا ما بخوایم برسیم به وسط مزرعه خیلی طول بکشه. بچه دقیقاً واسه همین بزرگی این مزرعه و این روستایی که من گفتم امکان داره تا چند تا پارت پیش بره.
کاملا مهرموم زنگ این قفلم معلومه قشنگ زنگ زده. صدا چیه؟ صدا چیه؟ پشمام صدا عجیبی میاد. بیا بریم رضا زمان ویدیو زیاد میشه. نه چیزی برنامه نیست. درش هم مهرمومه. دیوارش هم انقدر بلنده که بخوایم هم نمیتونیم ازش بریم بالا اونور ببینیم چه خبره. خب قطعا مالک داره دیگه. اینم سلاح دفاعی. درخت رو بگیر بگیر چیزی معلوم میشه. چیزی سیاه بود. برو نه معلوم میشه. منم دیدم این چیزی ولی خب طوری که تو با قطعیت میگی یه چیزی بود وایساده بود روش. بچه کل این بر تا اون بر تارنکبوت اینقدر قدیمی. سر و کله من همه شده تارنکبوت و درختم که خدمتش تا 500 600 سال هست قطعا. تنش رو بگیر چه ببینم. ماشاءالله سنگه. آی خدا. اینو ببین پشمام چه درختش اینجوریه. ماری چیزی الان سورپرایز اون نکنه. انگار آتیش گرفته سیامک. بود سیامک مثل اینکه این سنگه بود. نمیدونم چون خیلی بزرگه. این خورد سرمون. این بالا پرچه داره. آره این که سنگ نداره. سنگ اصلا عجیب از درخت بخواد بیفته پایین. چیزی ندیدی تو؟ نه والله. یا سرم پایین بودم چون سنگ میاد. دقیقا بالا سر من رد شد. خیلی شانس آوردی نخورد سر. سگه پشمامی به کچه سگه رو بگیریم. کافو جان بیا بچه تو ویدیو معلوم نیست ولی به واقعا پشمام ریخت. بچه مثل اینکه هوا قراره طوفانی شه چون هم باد شدیدی میاد هم رعد و برق میزنه و مثل اینکه قراره یه بارون ریزی بیاد.
شد درخت بازم اینجا هست. دوستان دلیل اینکه تک به تک همه درخت‌ها رو نگاه می‌کنیم اینه که قدیما گفتن اجنه‌ها شبا بالای درخت‌ها میشینن و تماشا می‌کنن. همین. درختاش پره. بچه‌ها این ببینیم چه خبره. امیدوارم ماری چیزی نباشه. چقدر خار داره. اب نداره. حالا ما این خار رو میریم ردش میکنیم که ببینیم سر و صدایی که از درخت ها میاد و غیر عادیه و معلومه از هیچ حیوان نیست. از چیه؟ بچه به این مسیر برخوردیم. سیمک صدا شنیدی؟ این در اومد. بیا صدا رو میشنوی؟ تو بوته ها میاد. چیزی نیست. سر صدا جیغ و آه و ناله میاد. دوستان دقیقا اینجا بود یه سنگ به زمین خورد. برگشتم یه سنگ خورد به گوشی و افتاد و ویدیو قطع شد. اما ما باز از ادامه که فرار میکردیم فیلم رو گرفتیم. کار خودمون رو کردیم دیگه. دو سیمک بچه‌ها همینجا بود. هی دارم به اون سنگ پرت میکنم. معلوم نیست انسانه یا چیز دیگه ای. دنبال می‌کردم. هی سنگ پرت میکردم. یه دونه خورد تو کمرم. سیمک بدو. اوف یه سنگ خورد تو پام. بچه‌ها همینجا بود که ما فرار کردیم از روستا به دلیل اینکه بهمون سنگ پرتاب میشد و تو ویدیو دیدیم که یه بار سنگ خورد تو گوشی و تو کمرم و تو پام که باعث شد بیفتم. و اینکه بچه‌ها این ویدیو حتما پارت 2 داره یا شاید هم 3. مرسی که حمایت کردین و میکنید و تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.